خب السلام علیکم دوستان محترم. در سجده پایه ها از زمین بلند شوند آیا ضرر دارد در نماز؟ برای برادر عزیز، در حالت سجده کردن اگر پاها از زمین یعنی بلند شوند، اگر تمام سجده را یعنی با سجده رفته برابر پاهات از زمین برداری، تمام سجده را اگر سر انگشتای پا از زمین بالا باشند، نماز انسان فاسد میشه، نمازش بیکار میشود. اما اگر یک مدت یک لحظه پات برداشتی و بگذاشتیش، در این صورت فقها مکروه گفتن نماز انسان مکروه میشه، نماز انسان با کمبودی و با نقص میشود. به این خاطر ضرر داره در حالت یعنی در سجده انسان پاهاش از زمین برداره سرای انگشتاش، این برای انسان ضرر داره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که انسان به 7 اعضاش خدا را سجده میکنه. در حالت سجده کردن 7 اعضاش خط انسان پروردگار را سجده میکنه. اینها که جو هستن برادر عزیز، در مذهب خودمون هم پیشانی و هم بینی، وقتی به سجده رفتیم باید بینیمون هم در زمین برسه. بعضی انسان ها پیشانی را میمونن، بینی را نمیرسونن. یکم چیزی که خدا را سجده میکنه پیشانی و بینی است و دیگرش هر دی دستها باید در زمین رسن و دیگرش هر دی زانوها و دیگرش هر دی سرهای انگشتای پا. یعنی این 7 اعضا قطعی انسانیت الله رب العالمین سجده میکنه. به این خاطر در حالت سجده کردن اگر این اعضاها از زمین بلند باشند، البته برای انسان ضرر داره. برای انسان یعنی نمازش اگر گفتیم در تمامی سجده اگر از زمین بالا باشه نمازش فاسد می شود، باید نماز از سر خوانه. اگر یک مدت یک لحظه اگر از زمین بالا شوند، در این صورت یعنی نمازش مکروه می شود، فاسد نمی شود و نمازش به کراهیت درست می شود.